این دیگه چیه؟ ببین اومدم براتون چی تست بکنم. کشتی نوحه. میخوام بهتون توضیح بدم چطوری این رو تبدیل بکنیم به اون. ساخت هر لیموزین معمولا 25 روز زمان میبره. اول از همه این سری لوازم ماشین مثل گاردون، باک بنزین، ترمزها و اگزوز رو باز میکنن. بعد یه برش قرینه‌ای دقیقاً از وسط ماشین انجام میشه. بعد بر اساس تیپ هایی که قراره تولید بشه اندازه شاسی ماشین ساخته میشه. ستون هایی نصب میشه که بخوایم روش اتاقو سوار بکنیم. بعدش بر اساس فرم ماشین ورقهای گالوانیزه ای برای سقف، بدنه و کف ماشین تولید میشه و نصب میشه. بعدش طراحی‌های داخلیش انجام میشه. مرحله بعدی اتاق رنگه. 3 مرحله این ماشین رنگ میشه تا با اتاقی که فابریک بوده یک دست و یک شکل بشه. بعد از مرحله رنگ‌آمیزی حالا نوبت میرسه به نصب چرم سقف، شیشه ها و زه‌های کناری ماشین. مرحله بعدی لوازم کابین خودرو نصب میشه. بعد از طراحی کابین خودرو همونجوری که می‌بینید لوازمش نصب میشه به این صورت و قسمت کابین عقب و جلوی ماشین توسط یه شید از هم جدا میشه. حالا بریم سراغ قسمت باحالش. ببین رانندگی با این ماشین چطوریه. آجی مینیبوس، اتوبوس، تریلیه، چیه این؟ خوب راه میره. روندن این کشتی هم چالش‌های زیادی داره، هم خیلی فانه و حال بهتون میده. اونو بگیر، سایز استاندارد این ماشینه. فکر کن یهو از پشت اون بشینی پشت یه ماشین 10 متری.